خونه بابا. خونه بابا همون جاییه که هیچ کس کلیدش رو ازت نمیگیره، همون جایی که تو هر ساعت از شبانه روز بری درش به روت بازه. فرقی نداره که 3 عصر بری یا 3 شب، اونجا همیشه منتظرتن. اونجا دلتنگی ها همیشه واقعیه. اونجا جاییه که بهت قور میزنن که غذا تو تا آخر بخور. جاییه که پرتقالاش مزه پرتقال میده و کتلتاش از همه جا خوشمزه تره. اونجا گل و گیاها به طرز عجیبی رشد میکنن، قنداش شیرین تر و نمکاش شورتر. اونجا بالشتا نرم تره، پتوها گرم تره، زندگی قشنگ تره. اگه خونه پدری داری، اگه خونه مادری داری به اضافه پدر و مادر، تو 10 هیچ از کل دنیا جلو.